خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران و خواهران عزیزم. اولا میخواهم منتداری خود را به کل ابونچیان و به کل برادران، کل آن شخصانی که دستگیری خود را دریغ نمیدارند برسانم. راستی وقتی که شما دستگیری میکنید بسیار خوشحال میشویم و ما هم کوشش میکنیم که سخنهای خوب و قصه های خوب را بهرتان پیشکش نماییم. امروز موضوع خواستم که با خواهش بسیار از دوستان در موضوع پدر چند اشعار و قصه بهترین را بهرتان پیشکش نمایم. پسر بهر پدر جانت فدا کن، کفی پایش ببوس نرم نرم صدا کن. به وقت زندگیش مهربان باش، که فردا دیر شود امروز ندا کن. مگو امروز پگاه یا این که فردا، اول فرموده ای او را ادا کن. ز حالش دائما هر روز خبر گیر، برایش بهترین تحفه ادا کن. اگرچه شاه شاهانی در عالم، برای دیدنش خود را گدا کن. خبردار ز یعقوب و ز یوسف، مباش یوسف تو اول سر به پا کن. بدان که شد پدر گر از تو راضی، بعد از این راضیی سوی خدا کن. قرطبی با سند متصل خویش از حضرت جابر ابن عبدالله خدا از او راضی باشد روایت کرده است که شخص به خدمت رسول خدا درود بر او حاضر شد و شکایت کرد که پدرم مال مرا از دستم گرفته است. آن جناب درود بر او فرمود که برو پدرت را بیاور. در همان وقت جبریل امین تشریف آورد، یعنی فرود آمد و به رسول خدا درود بر او گفت هرگاه که پدرش آمد از او بپرسید که آن چی کلمات هستند که او در دل گفته است ولی گوشهای او هنوز آن را نشنیدند. وقتی میگوید آن شخص پدر خود را آورد، آن حضرت درود خدا بر او و پدرش گفت چه شده است که پسرت از تو شکایت دارد؟ آیا تو میخواهی مال او را از دستش بگیری؟ پدر عرض کرد یا رسول الله، شما از او بپرسید که من آن را جز برای خودم یا خانه او میتوانم در چه جای صرف کنم؟ رسول خدا درود بر او فرمودند کافی است، دیگر نگو، حقیقت امر معلوم شد. از همین جهت نیاز به گفت و شنود دیگری نیست. سپس از پدرش پرسید آن چه کلمات است که هنوز گوشهای خودت آن را نشنیده است؟ عرض کرد یا رسول الله، در هر معامله‌ای که خداوند متعال ایمان و یقین ما را نسبت به شما افزایش می‌دهد، سخنی که کسی نشنیده است شما از آن خبردار شده اید که این خود یک معجزه هست. پس او عرض کرد این حقیقت است که من چند شعر در دل گفته بودم که گوشهایم آنها را نشنیدند. آن جناب درود خدا بر او باد فرمودند آنها را بخوان تا ما بشنویم. آنگاه او این اشعار را خواند. مضمون اشعار چنین است دوستان عزیز: من در کودکی تو را غذا دادم و پس از جوانی مسئولیت تو را به عهده گرفتم که همه خورد و نوش تو از کسب من بوده است. وقتی دچار بیماری می شدی
من تمام شب را به سبب بیماری تو در حال بیداری و بیقراری می گذرانیدم. گویا بیماری به من رسیده است نه بر تو، که به سبب آن من تمام شب می گریستم. دلم بر هلاک تو می ترسید، در صورتی که می دانستم مرگ مقرری است و پیش و عقب نمی شود. پس وقتی که تو به آن سن و حد رسیدی که من آرزو می کردم، پس تو پاداش مرا سختگیری و تندگویی قرار دادی که گویا تو بر من احسان و انعام میکنی. ای کاش اگر تو حق پدری مرا ادا نمی کردی، حداقل این را انجام میدادی که یک همسایه شریف انجام میدهد، که حداقل حق همسایه را بجا می آوردی و در خود مال من نسبت به من بخیل نمی شدی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس از شنیدن این اشعار سر در گریبان گرفت و فرمود و سوی فرزند خطاب کرد: انت و مالک لابیک، یعنی که بیرو، تو و مال تو هم از آن پدر است. بله دوستان عزیزم، این حدیث به چی آگاه می دهد؟ به چی دلالت می کند؟ به آن دلالت می کند که ما جوانها باید بکوشیم تا دعای پدر را بگیریم، نه اینکه یک پول اندکی که به اون می دهیم از اون باز کنایه کنیم. و دیگر سوال می شود پدر کیست؟ پدر او آن شخصیت است که هنگام خردسالیت به تو هستیش را بخشید، به خاطر تو همه تواناییش را صرف کرد، روزهای سرما کار کرد تا پایت پوشیده باشد، شبها خانه ات گرم باشد، لباس بر تنت باشد، شکمت را سیر می کرد و خود نیم گرسنه می گشت. پدر کسی است که در خردی پایافزال کلانش را می پوشیدی و هوسش می آمد، عینک های بزرگش را از چشمانش می گرفتی و در چشمان خردت می گذاشتی و می خندید. با دست کوچکت بر رویش مشت می زدی و آه نمی گفت، بر رویش شپاتین نمی زد، بلکه دستانت را می بوسید، سرت را سیله می کرد. از در که وارد می شد تو را به آغوش می گرفت و دوستداری می کرد، شادمانی می نمود، در حالی که شاید آن روز هزاران بلا و غم و اندوه بالای سرش گردگردان بود. برای تو می خندید تا گریه را نبینی، در حالی که غم و عذاب و کمبودی حیات گلویش را می فشرد. برای خودش در این زمین آینده ای را هم شاید نمی دید، ولی به خاطر آینده تو زنده بود. ولی تو چی؟ اکنون که بزرگ شدی پدرت را خرد می بینی. وقتی سوالت می دهد این قدر می پرسی می گویی، حال آن که او به خاطر اطمینان قلبیش از تو می پرسد. اکنون دیگر پایافزال بزرگش را نشانه عقب ماندگی او می پنداری، لباس کهنه اش را نشانه ساده لوحیش. رفتی از عالم پدر جانم به مرگ ناگهان، ماند فرزند عزیزت از تو در عالم نشان. رحم سازم بر روانت خالقی کون و مکان، شافعت باشد به محشر آن رسول انس و جان. کعبه مقصود من ای قبلگاه مهربان، مسکنت بادا همیشه در بهشت جاودان.
ای پدر جانی عزیزم کردی از عالم سفر، سایه بودی بر سرم همچون درختی پرثمر. با دعای خیر یادت می کنم شام و سحر، نزد خالق جهان باشی همیشه معتبر. می کنم آرامگهت را زیارت صبح و شام، هم به چشمانم بیمالم خوابگاهت بر دوام. جنت الفردوس باشد جایت ای عالی مقام، روح پاکت را بسازم من به احسان احترام. ای پدر جانم سخنهای تو در یاد من است، هم به عقل و هوش و گوشم پند استاد من است. رهنمایی های جان بخش تو ارشاد من است، از تو در این عالم ایجاد بنیاد من است. در حیاتت قیمت و قدر تو را نشناختم، خاکی پایت را به چشمم توتیا می ساختم. در قدومت پرده های دیده می انداختم، جان شیرین را به الفاظ خوشت می باختم. از فراقت سوختم ای قبلگاه عالی جناب، آرزو دارم که بنمایی جمالت را به خواب. از بنی آزرده خاطر هیچگاه رو متاب، سامع قلب خزینم دائما در پیچ و تاب. کعبه مقصود من ای قبلگاه مهربان، مسکنت بادا همیشه در بهشتی جاودان. اینک رسیدیم به پایان موضوع دوستان عزیزم. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. باز هم مینداری خود را می رسانم به کل شنوندگان که وقتی خود را دریغ نمی دارید و تا آخر ویدیو تماشا میکنید. در حق بنده دعاگو باشید. الله یکایک ما و شما را در حفظ و پناه خویش نگه بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.